سلام، من هانیم، مربی دوی استقامت. میخوام توی 5 تا ویدیو 5 تا اشتباه رایج موقع دویدن رو براتون توضیح بدم. سومین اشتباهتون فرود پاتون موقع دویدنه. اکثرتون توی دویدن با پاشنه پاتون فرود میاین. نمیگم اشتباهه ها، چون اصلا درست و غلطی وجود نداره. خیلی از قهرمانای ما با پاشنهشون فرود میان موقع دویدن، ولی بهتره و توصیه میشه که با قسمت وسط، میانه یا همون سینه پاتون فرود بیاین که فشار بیش از حد به زانوتون نیاد و بتونین تجربه دویدن لذت بخشتری داشته باشین و خستگی کمتری رو حس کنین. نگاه کن، اگر کفشمون رو به 3 تا قسمت تقسیم بکنیم، پاشنه، سینه یا میانه پا و پنجه، دوندای استقامت و نیمه استقامت با قسمت میانه یا سینه پاشون فرود میان. ولی اگر برات خیلی سخته یا ممکنه ساق درد بگیری، بهتره که کل پاتو بذاری، یعنی پاشنه رو نذاری.